سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه آموزش رایگان جدید براتون تهیه کردم. همونطور که می‌بینید آموزش این قلب هست که هم میتونه به صورت جاکلیدی یا هدیه و گیفت استفاده بشه. به این صورت بافته میشه که از پایین بافته میشه، به صورت رفت و برگشتی هست و دو تا از این قلب رو میبافیم، به هم وصل می‌کنیم و داخلش کمی پشم شیشه می‌ذاریم که حالت سه‌بعدی بگیره. که برای کانوا میتونید از مارک مختلف استفاده کنید. کانوای ایرانی خوب هست، کانوای ترک هست. من اکریل تاب رو استفاده کردم. اکریل باف میشه، اکریل تاب میشه. فقط قلابی که استفاده می‌کنید باید متناسب با کانواتون باشه. میتونید از قلاب شماره 2 یا 2.5 استفاده کنید. بریم تا آموزش رو ببینیم. برای بافتمون باید یه حلقه جادویی بزنیم و داخلش 3 تا پای کوتاه. اون زنجیره اولیه به عنوان شروع کارم حساب میشه، به عنوان پای حساب نمی‌کنمش. برای اینکه کارم شیک‌تر در بیاد، در واقع این کارو میکنم. تمیزتر میشه کارمون. حلقه جادوییمون میکشیم و جمع میکنیم. خب برای رج بعد یه زنجیره اولیه میزنم، باز برای ابتدای کارم برمیگردونم و بعد همون توی پای اولمون 2 تا پایه میزنیم، یعنی افزایش داریم. پای بعدی 1 پایه میذاریم و تو پایه بعدی بازم افزایش داریم، یعنی تو پایه بعدیمون 2 تا پای کوتاه میبافیم. باز یه زنجیره میزنیم، برمیگردونیم تو پایه اولمون، یعنی اینجا 2 تا پای کوتاه میبافیم. تو پایه های بعدیمون یه دونه پای کوتاه میبافیم. به پای آخر این رج که رسیدیم 2 تا پای کوتاه میبافیم. یه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و حالا این رج ساده بافی میکنم، یعنی روی هر پایه 1 پای میبافم تا انتهای بافت. 7 تا پای میبافم تو این رج در واقع. باز 1 زنجیره اولیه میزنم، کارم برمیگردونم و بعد افزایش دارم و روی 5 پایه بعدی 1 پای میبافم و در انتهاش باز افزایش دارم. الان اینجا 2 پای میبافم و بعد روی پایه های بعدی 5 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و افزایش، یعنی 2 پایه کوتاه در پایه بعدی. تو بافت رفت و برگشتی همیشه این زنجیره اولیه در واقع به ارتفاع کارمون کمک میکنه، به تمیزی کارمون کمک میکنه. یه زنجیره اولیه میزنیم و بعد کارمون رو برمیگردونیم و ادامه بافتمون میریم. حالا در این رج باز هم افزایش داریم در اولین پایه. 1 2 7 تا پای کوتاه رو پایه های بعدی. حالا توی پایه آخر 2 تا پای کوتاه میبافم، افزایش دارم یعنی. یه زنجیره میزنم، کارمون رو برمیگردونم توی پایه اول 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 حالا 9 تا پایه داریم، روی هر کدوم 1 پای کوتاه میبافیم. نه تا پای کوتاهمون رو بافتیم، حالا تو پایه آخر 2 تا پای کوتاه میبافیم. رج بعدی که رج هشتممونه ساده بافی میکنیم. یه زنجیره اولیه میزنم، کارم برمیگردونم و روی هر پایه 1 پای کوتاه میبافم. در کل باید 13 تا پای کوتاه داشته باشیم. 13مین پایه. یه زنجیره اولیه میزنم، کارم برمیگردونم، افزایش روی پایه اول و بعد 11 پایه کوتاه روی هر پایه و در انتها 1 افزایش داریم. حالا روی هر پایه 1 پای میبافم. دهمی، اینم 11مین پایه و روی پایه آخرم 2 تا پای کوتاه میبافم. رج بعدی ساده بافی میکنیم. یه زنجیره اولیه میزنم، بافتمو برمیگردونم و بعد از همین پایه اول شروع میکنم، روی هر پایه 1 پای کوتاه میبافم. در کل باید 15 پایه توی این رج داشته باشیم. برای رج بعدی یعنی رج 11ام 1 زنجیره اولیه میزنم، کارم برمیگردونم و این بار فقط 7 پایه میبافم، یعنی نصف کارم میبافم. یعنی در واقع داریم این قسمت کارمون رو شروع میکنیم، بالای قلبمون میخوایم ببافیم. 7 پای کوتاه روی هر پایه 1 پایه.
6 و 7. و حالا از اینجا به بعد برمیگردونیم کارمون رو، یعنی از اینجا به بعد داریم رفت و برگشتی می‌خوایم ببافیم. یه زنجیر اولیه میزنم، کارمو برمیگردونم و حالا کاهش. به این صورت دو پایه رو یکی میکنم و بعد روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعدی یک پایه کوتاه و پایه بعدی یک پایه کوتاه. این دو تا پایه آخری که تو این رنج میمونه رو هم دو تا یکی میکنم. به این صورت دو تا پایه رو یکی میکنم. الان در واقع تو این قسمت، تو این رنج 5 تا پای کوتاه دارم. یه زنجیر اولیه میزنم، کارمو برمیگردونم. الان اینجا کاهش، یعنی دو تا پایه رو یکی میکنم و بعد یک پای کوتاه تو پایه بعدی و باز همین دو تا پایه‌ای که من باقی مونه رو دو تا یکی میکنم، یعنی کاهش. تو این رنج 3 تا پایه کوتاه داریم. در رنج بعدی فقط ساده بافی میکنیم، یعنی یک زنجیر اولیه میزنم و توی هر پایه یک پای کوتاه میبافم. نخمون قطع میکنیم. حالا بعد این قسمت بافتمون رو ادامه بدیم. برای شروع قسمت بالای قلبمون یک زنجیر اولیه، یک گره میزنم، بعد یک زنجیر اولیه میزنم، یک گره میزنم رو کارم و میام اینجا این کارو بکنم. کار رو تمیزتر در میاد. این در واقع کار شما اولش یک گره تمیز داره. روی پای اول از این سمت شروع میکنیم بافتمون رو ادامه بدیم. یک زنجیر اولیه میزنم، توی همین بافت باز یک پای کوتاه میبافم و سعی میکنم پشت کاموامو که این نخی که اضافه است رو پشت کارم حین بافتم جا بدم و مخفی کنم. پای کوتاه میبافم. 7 پای کوتاه بعد ببافیم دیگه، مثل موسم. اینم 7مین پای کوتاه این قسمت. حالا یک زنجیر اولیه میزنم، کارم برمیگردونم. کاهش داریم این قسمت، یعنی دو پایه رو یکی میکنیم و 3 تا پای کوتاه روی 3 تا پایه های بعدی، یعنی روی هر پایه یک پای کوتاه. من 3 تا پای کوتاه بافتم. الان میخوام این دو تا پایه های بعدی رو یکی کنم. یه زنجیر اولیه میزنم، بافتم برمیگردونم و حالا باز هم کاهش دارم، یعنی دو تا پایه رو یکی میکنم. یک پایه روی پایه بعدی و بعد این دو تا پایه رو یکی میکنم. رنج بعدی ساده بافی، یعنی روی هر پایه رنج قبل یک پایه. زنجیر اولیه میزنم و 3 پایه کوتاه، یعنی یک پایه روی هر پایه. انتهای کارم میبرم. البته دور تا دور این بافت رو باید پای کوتاه بزنیم. دور تا دور این بافت پای کوتاه میزنیم، یه بافت تمیزی در میاد و بعد دو تا قلبی که بافتیم رو به هم دیگه وصل می‌کنیم و داخلش هم با الیاف پر می‌کنیم. دوستای گلم، من 2 تا از این قلب بافتم و همونطور که گفتم باید دور تا دورش رو پای کوتاه ببافیم. به این صورت گره اولیه میزنم که شروع کارم محکم باشه، تمیز باشه. و شروع میکنم از این قسمت، از هر قسمتی میتونید شروع کنید. از این قسمت پایین قلب شروع میکنم و بافت پای کوتاه میزنم. من دور تا دور کارو پای کوتاه زدم و بعد به انتهای کار که رسیدم خواستم اون توضیحی که دادم بهتون نشون بدم. 3 تا پای کوتاه میزنم اینجا. 2 و 3. انتهای بافت میبرم. نکنید نخمو قطع میکنم و بعد نگاه کنید این شروع بافت من بوده. به این صورت میخوام یک گندمی رو به این صورت اینجا شکل بدم. از این قسمت نکنید از این قسمت وارد کردم و توی این قسمت میخوام وارد کنم. میتونید از یه قلاب باریک‌تر هم استفاده کنید اگه بافتتون ریزه یا سخته. این کار براتون. دو طرف بافتمون رو پشت به پشت روی هم میذاریم و بعد همینطور که به هم وصل میکنیم داخلش رو با الیاف پر میکنیم. من اول کارم یه گره میزنم که خیالم راحت باشه که بافتم شل نمیشه. و بعد شروع میکنم این دو تا رو که پشت به پشت هم گذاشتم شروع میکنم به هم وصل کردن با شلال یا بست. در واقع اینها رو به هم وصل میکنم. با شلال شکل در میاد. کارم قشنگ‌تر میشه. این گندمیه که کنار کار قرار میگیره کارمون شکل میکنه. تا انتهای بافتم همینطور شلال میزنم. قلبمونه از هر دو طرف کار شیکی شده. هم به صورت جا کلیدی میشه استفاده کرد، جا سویچی میشه استفاده کرد، هم توی کادوهای ولنتاین یک گیفت خوشگلی شده.